حیات و فعالیت ماری کیوری، زنی شکست نشونده و پیونر علم در ساحه خیمیا. ماریا سکلادوفسکایا که بعدتر با نام ماری کیوری معروف شد، 7 نوامبر سال 1867 در ورشوه لهستان به دنیا آمد. از خردی دختر بیدار و دانشجوی بود که هیچگاه به مانعه‌های زندگی تاب نآورده همیشه تلاش داشت تا به دانش و علم رسد. ماری در محیطی پر از محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی کلان شد، اما هیچگاه از آرزوهای خود دست نکشیده برای تحصیل و پیشرفت خود مبارزه برد. برای آموزش به پاریژ رفت و در دانشگاه سوربن تحصیل کرد که آنجا به علمهای فیزیک و شیمی رو آورد. در پاریژ با محبت و همکاری با پیر کیوری همسرش و شریک علمیش یک گروه بزرگ کشفیات را انجام داد. آنها نخست ردی و پولونی را کشف کردند که این کاری آنها نه تنها در علم بلکه برای طبابت و انرژتیک آینده زمینه گذاشت. ماری کیوری با تلاش‌های شدید و زحمت‌های زیاد 3 مرتبه با جایزه‌های مکافاتی مهم علمی، جایزه نوبل سرفراز گردید. این شهادت صداقت و بزرگی او در عالم علم است. هرچند حیات او پر از مشکلات از جمله بحران‌های شخصی و سلامتی بود، ماری همیشه با شجاعت و استواری به پیش رفت و برای رشد علم تا آخرین نفسش مبارزه برد. نام ماری کیوری امروز نمونه جسارت، شجاعت و شغل بی اندازه علمی است که تا به امروز در قلب‌های عالمان و محققان جهان با احترام یاد می شود. پس از آموختن فیزیک و شیمی در دانشگاه سوربن، ماری کیوری و همسرش پیر کیوری به تحقیقات شدید و پیوسته درباره رادیواکتیوی شروع کردند. آنها در لابراتوری خرد با تجهیزات عادی اما با آرزوهای بزرگ ماده‌های نو را پژوهش می‌کردند. در سال 1898 ماری و پیر 2 الیمنت نوی رادیواکتیو را کشف کردند: پولونی و ردی. این کشفیات نه تنها به علم شیمی بلکه به ساحه‌های طب و فیزیک تأثیر عمیق گذاشت. رادیواکتیوی که از جانب ماری و پیر آموخته شد، بعدتر برای طبابت سرطان و تحقیق ساختار اتم استفاده شد. در سال 1903 هر دوی آنها با همراهی هنری بکرل که نخست رادیواکتیوی را کشف کرده بود، جایزه نوبل در ساحه فیزیک گرفتند. این اولین جایزه نوبل برای ماری بود. پس از مرگ ناگهانی پیر در سال 1906 ماری به جای او در دانشگاه سوربن همچون پروفسور اولین زن تعیین شد و فعالیت علمی خود را به نیروی بیشتر ادامه داد. در سال 1911 ماری کیوری برای کارهای تجربوی خود در ساحه رادیواکتیوی بار دوم سزاوار جایزه نوبل گردید. این دفعه در ساحه شیمی.
این مکافات تایید بزرگی خدمت‌های او در علم معاصر بود. حیات و فعالیت ماری کیوری نمونه پاک نظری، شجاعت و پیوسته جستجو برای حقیقت علمی می باشد. معروفیت او همچون دختر عادی از لهستان که به موفقیت‌های بزرگ در جهان علم رسید، امروز هم علم‌های نسل نو می باشد.